این آش را به گونه دیگر میپزند. آنها میگویند چون نام یکی از شاعران نوگوی تاجیک را به آن نهادند، مثل اشعار او فرق کننده و خوشایند خواهد بود. ما که دوستدار استاد لایق هستیم و این آش را خواستیم که به نام استاد لایق یک آشی نو پیشنهاد نماییم. مخصوص علاوه نمودیم دانه انار، تخمای گوناگون و قازی را علاوه نمودیم به همین خاطر که اندک هم باشد آش ما از دیگر آش‌ها فرقیت کند. گلقیزه دیر باز شیفته کلام لایق است. میگوید پیوسته آثار او را مطالعه میکند، بلکه میتوان لایق را شاعری عائله آنها دانست. از نقل های بابایم عمکم من میدانم که آنها به ما گفته بودند که وقتی که استاد لایق به محرکه ما آمده بودند، آن کس در همان جا آن وقت توی سنتی بود، توی سنتی پسر عمکم بود. آن کس وصیت کرده گفتند که وقتی که به دنیا پسر آوردی نامی مرا به او بده گفتند. بعد پسر عمک من هم آن کس وقتی که توی کردند فرزنددار شدند، نامی استاد لایق را به فرزندشان گذاشتند که او لایق است. حالا باشد حالا که لایق جانی ما خوردکک است. بعد از همین حساب این ایده به ما آمد که ما باید یک خیل کرده وصیت استاد را عملی گردانیم. بعد به فکر ما همین آشخانه آمد. آشخانه را هم در کوچه باز کردند که نام لایق شیرعلی را دارد. این گروهی دوستداران لایق خواستند که طرفدارانش گوشه برای یاد کردن او و قرائت اشعارش داشته باشند. برای این در رفها هم کتاب‌های شاعر را چیدند. آدمانی که مخلصان استاد شاعر هستند، استاد لایق را دوست می‌دارند، آمده در اینجا در سر یک میز نشسته، چای نوشیده، سرود خوانند و کتاب‌های لایق را خوانند. باز هم خوراک‌های با لذت خورند. مرگن نیازوف بار دوم است که با دوستانش خوراک نصف روزی را در این فضای ادبی تناول می‌کند. میگوید در این آشخانه حضور شاعر را احساس می‌کند. گویا که ما به خانه خودی استاد لایق می‌رویم با شنیدن این نام و خیلی تاثیر روح افزا می‌گذارد به آدم. همین است یکی از احساساتی که من و شاید اکثریت میزوجان حس میکنم. در شهر دوشنبه مکانی تناول غذا را به نام شاعری معاصر گذاشتن معمول نبود. آنهای هم که این کار را کردند عقیده دارند به مثل اشعار لایق شیرعلی آشخانه آنها نیز مردمی می شود.